تا حالا واسط پیش اومده بخوای تو 5 اگه واسط پیش نیومده ممکن توی این خب اول از همه میایم سوژه‌مون رو میندازیم توی فتوشاپ، سایزش رو اوکی میکنیم. اینجا تقریبا خوبه. حالا برای اینکه سوژه‌مون رو از بک‌گراند بخوایم جدا کنیم با این ابزار میایم روی سلکت سابجکت میزنیم که خودش برامون سلکت کنه. بعد میایم توی سلکت اند ماسک و اینجا این قسمتی که اضافه سلکت شده بود رو کات میکنم و با این تنظیماتی که این بغل وجود دارن یکم سلکتمو ترتمیز میکنم و حالا روی ماسک میزنم که سوژه‌مون جدا شه از بک‌گراند. یه دونه کپی ازش میگیرم و از لایه پایینی ماسک رو برمیدارم و میندازم که دیلیت بشه که عکسمون به حالت اول برگرده که ازش به عنوان بک‌گراند استفاده کنیم. از این پایین ابزار هیو سچوریشن رو برمیداریم، تیک کالرایز رو میزنیم و اینجا هر رنگی که بخواید و میتونید با این تنظیمات در بیارید. خیلی ایزی میتونید رنگش رو چینج کنید و طبق سلیقتون بک‌گراندتون رو بسازید. حالا برای اینکه یکم نور بک‌گراند رو بالانس کنم از کرو استفاده میکنم که یه خورده نور رو بهتر بکنه و بک‌گراندمون قشنگ‌تر بشه. حالا که کار بک‌گراندمون رو کردیم، سوژه‌مون رو از قسمت فیلتر میاریم توی کامرا را فیلتر که یکم تنظیمات رنگ و نورش رو بهتر کنیم. مثلا عکسمون نور کم داره بهش نور اضافه میکنیم و کلا این تنظیماتی که من انجام میدم و روی هر عکسی میتونید انجام بدید. حالا یکم بالا پایین داره مثلا، ولی خب باید مثلا یه همچین نتیجه ای ازش حاصل کنید. توی قسمت رنگ ها که میام یکم باز رنگ های فیس رو میتونید اینجا بهتر کنید. مثلا 3 تا رنگ اصلی فیس که قرمز و نارنجی و زرد هستن و کامل در اختیار دارید و میتونید تنظیم کنید رنگا رو. دیگه کار خاصی نمیمونه، میتونیم یکم رو دیتیل ها کار کنیم که یه خورده بهتر بشه دیتیل های عکسمون. اینم تغییر رنگ و نوری که میتونید. حالا یه حرکت جالبی که میتونید بزنید، یه کپی از سوژه‌تون بگیرید، کانورت تو اسمارت آبجکتش کنید، از قسمت افکت ها میتونید بهش کالر اوورلی اضافه کنید به رنگ سفید. بعد یکم لایتون رو بیارید سمت راست یا چپ سوژه‌تون، یه همچین چیز باحالی میشه. حالا رنگش هم هر جوری که خواستید میتونید عوض کنید، ولی خب ترجیحاً من دوست دارم رنگ بک‌گراند باشه. حالا یکم روشن‌تر، من قرمز روشن ترجیح میدم بذارم. یه همچین چیزی جالب میشه. خب حالا به نظرم یه حرکت دیگه که میتونیم بزنیم اینه که فیس سوژه‌مون رو یکم روتوش کنیم و سریع‌ترین راه روتوش اینه که یه کپی از لایتون بگیرید، دوباره کانورت تو اسمارت آبجکت کنید، بیاید از قسمت فیلتر بلور و گاشن بلر رو حدوداً 5 اینا بذارید، ماسکتون رو برعکس کنید و با براش سفید شروع کنید یواش با اپاسیتی کم روی پوست کشیدن. حواستون باشه فقط روی پوست بکشید، تکسچرهای ریش و موهای صورت و اینا رو اصلا خراب نکنید. همینقدر کافیه، زیاد وقت نداریم. یکم برای تمیزتر شدنش هم میتونید اپاسیتی لایه رو کمتر کنید. یه چیز دیگه هم یادم رفت بگم، میتونید بیایید بک‌گراند رو از این پایین یه بلر ریزی بهش بدید که ممکنه بهتر بکنه تامنیل. حالا دیگه کار خاصی باقی نمیمونه، ابزار تکست رو برمیداریم و از اینجا رنگش رو سفید میکنیم، سایزش رو بزرگ میکنیم. خب تکستمون که نوشتیم جاش هم فیکس کردیم، دوباره میریم بزرگش میکنیم، یه جای بهتر و مناسب واسش انتخاب میکنیم و یه تکست استایل آماده هم بهش میدیم که کلا فقط یه کلیک میکنید رو استایل و تکستتون خوشگل میشه. یه حرکت دیگه هم که میتونید بزنید، با براشتون میاد خیلی یواش رنگ قرمز میتونید گلو بزنید کنار سوژه‌تون. بازم میگم اینا بسته به سلیقتونه، خواستید اونقدر لزومی نداره که اینا رو انجام بدید.
یه حرکت دیگه هم که واسه تمیزتر شدن کارتون میتونید بکنید اینه که یه لایه جدید باز میکنید، با ابزاری که برداشتم و تنظیماتی که گذاشتم شروع کنید یه سری جاها رو میکشید تا تار بشن. این هم میتونه کمک کننده باشه به تمیزتر شدن کارتون. حالا ما که 5 دقیقمون تموم شد، ولی اگه تونستید 30 ثانیه بیشتر وقت بگیرید یه کپی از همه لایه‌ها بگیرید و دوباره روی توی کامera فیلتر که یه تنظیمات رنگانی رو نهایی هم واسش بزنید. اینجا دیگه کاملا طبق سلیقتون میتونید رنگانی رو تنظیم بکنید که یکم کارتون پخته تر بشه. هیچ محدودیتی نداره، فقط اگه کنتراست تامل به هم نریزه و رنگا رو خراب نکنید طبق سلیقتون میتونید هر کاری که خواستید اینجا انجام بدید. خب این شد تامنیلی که ما توی 5 دقیقه درست کردیم. اگه این مدل ویدیو بهت کمک میکنه میتونی چنلمو سابسکرایب کنی و تا ویدیو بعدی خداحافظ.